دوستان عزیز سلام علیکم. روز 27 اکتبر سال 2025 قرار داریم در دهه جوی بودم نوحه رودکی یعنی از حوض چورکرم انترک بالاتر میگذارید دست چپ راست همینجا میبینید لبی به پویست به اوهان قرار داریم در همین زیری ماشین خانه برادرمون دلیل یعنی گرش میگم موتورسالون لوچین استیسال ازبکستان موتورسالون لوچین استیسال ازبکستان یعنی از من اکثر میدونن. من اومدم و شما همین رو همین چندگویی که در ساحه کشاورزی استفاده بوده میشود با شما پیشنهاد کنم که تا شما دونید کار شما آسان شود خریداری کنید کار شما آسان شود. دلیل اوید همین هنرهای همین موتون چی میگن اینا یک تبدیل چند هم دارید چی هنر رو دارید دولانچه ازبکستان میگه دولانچه ازبکستان لوچین برو در ازبکستان استفاده میشود و از همین مترولا دیگر مارکا و مدلش هم نیست در تاجیکستان از کتای میبیاین مثلا و یا از روی کیلو میبیاید کیلو اکی میبیاید در رقابت با همین لوچین ازبکستان در سطح یگان هشت نمیبیاید دو تقریبا به شما پیشنهاد میکنید. اکنون روزی در اینجا ما داریم از 150 کوبه سر میشه 210 کوبه 300 کوبه خلاصه در اینجا یک 7-8 نمودش هست. زواد ازبکستان زیاده از 20 مدل و 20 نمود استحصال میکنه. خب اکنون اگر پیش وقت ما کوزوفی 1.80 به 1.20 2 به 1.30 هم خیلی کوزوفا میآورده. بسیاری همین میزاجای ما البته بعضی دو تا سه تایی گرفتگی هم از یک اویلر دو تا سه تا گرفتگی هم درخواست کردن که به ما نخیر کوزوفای کلان سمسوال شبیه یا که نو خیلی مثل لب و سمسوال یعنی خودش چپا میکنه؟ خودش برای چپا میکنه مثلا گیریم من یک روزا پدیام روز دو تا رو 100 کیلو دقیقه نیه در روزی کوزو دو چی پناهی 1.50 بلندی بردش 1 متر تا 2 تا نبورا آزاد میگیرد چپا میتونه مکنون 300 کوب بعد گفتن اومد در اینجا رادیاتور رادیاتور اخراجی داره وقتی مکنون از 60 گراد بالا میشه خودش اتوماتیکی اخراجات میکنه میمیره کن همیشه پرشین برای کلان برآمدن داره. فرقیت مترولا ازبکستان از دیگر نمودی مترولا اکنون در این است که همین ازبکستان دا ماشین و لب و دمست قیمت های مثلا گیریم 80,000 100,000 همین در همین 30,000 ازبکستان همین تکنیک ها را استحصال میکنه با صفت میدونه که همین کاری همون لب و پورت را میکنه خرچ میخوره به همین خاطر مترولا ازبکستان همین لوچین رو با صفت های و ما نمایندگیشان نیز در تاجیکستان شده کار کرده شده و با مردم شریف تاجیکستان نیز همین که با صفتش پیشنهاد میکنه که خریداری کنه و با دلی پول کار کرده گردن رو ریمون نکنه همین با دلی پول کار کرده. من در همین اینترنت همین نوروش و پاکستانی بودم چند از ایران گرفتی از این ارزانش در خطای هست و این چی میگه؟ چی باید این شما قیمت هست از این ارزانش در خطای بوده است؟ از این ارزانش نیز در همین تاجیکستان هم پول هست لیکن چیزی که روزی سودا کرده گوی این همین مطرا همش همین سه چرخشی مطرا رو میگن با مانندی که از ما یگان ماشین اوپل داریم حرکت میکنه که در آینده مرسدس خرید ان همین مطرا دارم ان همین خیلی رول بازی میکنه در مثال ان همون ارزانش اکجان در خطای اساسا برای یک سیزن رو وردگی هستن ارزان در همین 2-3 ماهی که خطای در خوجگیاشون در کار میفرمونه الان که فرق شده میشه باید لیزت شود لیکن در تاجیکستان نیست که همه با پول گران گیریم اینو ارزان لیکن خدمتی که اون میکنه پول هم قیمت هست همون خطای با اون خاطره که باید همین 2-3 ماه فرمونی لیزت شود در کجا لیکن ما مجبور میشیم با ریمون کده گردیم. از شما بنزین است یا برقی هم هست؟ در اینجا بنزینیش هم هست برقیش هم هست بعد گفتن همونه در همین کانال ریال موتور تاجیکستان و تیک تاک فیسبوک یوتیوب هم از در ریال موتور تاجیکستان سایت داره هر استحصال شدنش داره اینا رانا میتالش غاف کجا بعضا این گروتوف که میزنن انتیکرازین ایوان هم میگذارونن بعد رسکن میکنن ما اگر زن ضربه خورده که 5 سال کفالت میده نمیشه نمیشه
بسیاری میزوجا زنگ میزنن دیگه مارکا و مدل دارن میگن که همین در مدت 2 ماه این موتورم پرگرف شد چسب یا کاروکت ریش نداد در ماه خیلی چیزا نیست کردن همین روغن شنگو که نفت استفاده باید ازبکستان دیگه همین موتورها نفت استفاده باید تا 5 سال به یگان کمپی استفاده یعنی شما گفتنی هستید که موتورهای های شما از موتورهایی که از چین از خطای میبرند صفتاً خوب هستند و نرخش هم قیمت‌تر است نظر به خطایی. بله. چند سومانی هست اینو؟ اکجان ما اکنون راست یک کورس رو نگاه میکنیم ما همین نماینده‌های زواده کی خواهشمند کی خریداری کردنی هستن در همین رقم‌های در نوار بوده واتساپ در مراجعت کنم 550 51 02 00 با تکرار کنید 550 51 02 00 تنها در واتساپ مراجعت کنید حتما ما به همه سوالای شما جواب میگردیم هر یک تاشه خاراکتریستیکش علایده با رسم و نرخ همش میپرتیم همجوران عزیز این بود یک نوارچه با اشتراک صاحبای همین موتورهای فروشنده موتورهای دلیر از دهه جویبادان و موتورهای بسیار نوارها دارد و برکش رو دارد بنزینیش هم دارد مرحمت مراجعت کنید خریداری کنید در حقیقت من مدل شناس نیستم در حقیقت انا یک نشو با کار دروان بنزینیش رو با کار دروان و مراجعت کنید همه طرف‌های تکنیکش رو پرسید نرخش رو مصلحت کنید خریداری کنید و فکرم در خواجگی قشلاق این یکی از بیوزنچی بهبهار این روزش رو ببرداشتن باردانش رو ببرداشتن همین 2 تونه همه بردارن 2 تونه آزاد چپا بکنم و اردن همین من کامنده ممکن بس آزاد دوستگیم الله کرد استفاده بودیسن تا حال یگان دفچه سمسوال از ما دوستگی نیستن نبخشد از همین استفاده بودید بودن هست 3 سال دیو 4 سال دیو نشکستن یگان با اگر که باشد اینه در دل کمیتر هم نرسم بسیار میزاجه ما از آن این فیسبوک هم هستم همجوران عزیز کمبودی داشته باشد نویسد البته در تک نمار کمبودی داشته باشد هر کار باید که آشکارا باشد چی کمبودی داشته باشد جوابش رو دلیر میگه من فقط به شما پیشنهاد کردم شما دانسته خرید همیشه یک دیگر اگر وقت باشد بسیاری زن بزنن که همین چورچش کوادرات بود است چورچش کوادراتیکلی گروزاوی با ما بیاره برای کوینستون بودن کوینستون لازم ما برای کوینستون تنیجن پرشین داره سیستم تورموز جیت قسمته همه جیت قسمته بالا قفل جیت قسمت پیشش با واکوم میاد وقتی که باری وزمین از بلندی به پایین فرامدن یگان مایده پدوادی نمیکنه هم تورموز قفل جیت قسمت داره تو مایه داره هم پیش واکوم میاد تورموز پیش کرد اینم زاویه اینم با کار داره نه اینم بردونش میخزه بله بله دو تا جای پاساژیر می‌داره دو تا سونکه داره موتور 300 کوب داره تا گروزافادیان می‌سی 1 تن داکیومنتال می کوزوفش 1.80 به 1.20 همین شامپول است اکجان ما حاضی نرخ میگیم راست حاضی همین خریدار 1 ماه پس یا اینکه 2 ماه پس میبینه نرخ ایواز شدگی بعد اینجا شما هم درست هم درست ممکن ارزان شاید ممکن قیمت شود چورچرخش هم برای کویستان بوده است دو جای شتن آدم جای خودی راننده جای آدم کوزفش 1.5 تن یا که 800 گفتید 1.5 تن داکیومنتال است پروارده است برای کویستان قفاش ترمز داشته است پیشم ترمز داشته است یعنی چورچرخ میستاده است قفاش ترمزی پویا پوی قطی پیشش ترمزی دست قطی و کنی بعد اکادمی یک چیزی از خود اینا همش ماکسیموم تا 5 لیتر است لیکن همین تاخومتر از 1 تا 6 استفاده برای 3 لیتر 4 لیتر است بابا این نازوکیش رو شما در وقتی که آدما با شما تماس گرفتن گپ میزنید هم دوران عزیز مرحمت اینقدر عدس ما اومد من پیشنهاد کردم به شما مراجعه کنید بعد تلفن دلیر یک بار دیگه تکرار میکنیم 500
50 550 51 51 02 00 51 0200 بله. 550 51 0200 کسایی که زمین و خوجگی ها داره یا اینکه بکار هستن همچون جای کار این رو خریداری کنه و جای همون ماشین فرسوده این که خریداری کنه در بازار هم تکسبت کردن می شود در بین خوجگی هم کاری خوجگی رو قشلاق رو پیش میبرید یعنی کاری همسایه ها رو یعنی که اینم جای کاری بیزنس همچون جای کار در پناه خدا باشد و کدام در کار است من تلفنش رو بنوشته میکنم تلفنش رو 4 مرتبه با ما تکرار کردیم التماس دیگر نپرسید قرار دارد در جویبادم از کنچکه مرسوکه 55 شهر دوشنبه در پناه خدا باشید